дуруд дӯстони гиромӣ, мо ба ҳавзи Қайнар меравем. Акнун шумо нигоҳ кунед чӣ хел зебо. Хуб. همین موضعی که روز ما جوگیریم دیهای قیمت اما چرا که در پیشتر گفت زدم همین نامی ریشه ترکی دارد یعنی آبی در روش همین خیلی بپو هست لیکن از لحاظی که جایگیر شوی دیها و مثلا که چشمای زیاد که دارد شاید که همین نامی ماندن بسیار و همین موضعی بسیار را سوخته جا همین چشمایی که روز ما در حضور داریم کلانترها همین نامه چشمه مزعفری میگوستن چشمه مزعفری میگوستن و بینه که در بالا همون کلی کلان کلی نوزکوی جایگیر است لیکن تمی آوی هاوز همین کل از این چشمه فرق میکند با کلی آوی هاوز کمتر وزنینه کمتر وزنین از جهتی که مثلا بعضی همون آب سبزها دارد و دیگر دارد لیکن آوی چشمه با کلی فرق میکند آوی سبک نوشیدنی میکند خانه از اونجا یک تروبای دیگه است از اونجا مثلا که او هست که همین که در بارشات میشه همونجا تروبا اومدن میره مثلا به خاطر جمع نشیدن اینا اولی خیلی از دو نقطه میریزد از دو نقطه میریزد هر دوشم یک خم دارد و در همین موضع خدا قیمه در همین دهه ما چشمه ها زیادن و همین یک راهی که هست که یک راه او هست نمیدونم خود طبیعت همیشه ساختگی باشد یا که آدما کردگی باشن چشمه های دیگر طعمشون فرق میکنه خودی که چشمه مزعفری و یک چشمه دیگر طرفدار جوگیر است آبشون یکن و چشمه سیمنتی میگفتیم اما دوره که پیش بود چشمه سیمنتی میگفتن اونجا ما رفته اونم میبینیم آب اینا همین یک کم یک مقدار ایرا مثلا جهت‌های طبابتیش یگان چیزش معلوم هست روسی سالهای دوره شوروی بود یک اکسپلور بود که کشف میکردن میکردن نگاه میکردن مثلا که میاموختن و سرداری یک ارکینو غلام آورده اومدن ما چیکار کنیم بچه‌های خور بودیم اما چشمه که در پیش خونه ما رو واقعا هست و رفته میبینیم کلا خوشته باشد اما دوره یا تون باشد اگر شما در کارزینای لیمانه بوده او آدم ما رو دادن ما او رو نوشیدیم گفتن که نپرتویم ما تو ما شیشه تو ما تو الان چشمه او گفتن بردن گفتن که همین او توزه که مثلا که بسیار صفت بلند مثلا او توزه او بودن میشه و بعد هم مسافر پدر ما راننده بود توی قریب 30 سال راننده بودن در همون اکومولاتوری که او میریزه که او دیسلون میریزن اگه چشمه پیش خونمون به ملال میرسه میرفتیم اکومولاتوری سوره میگیم همین خاطر مثلا او توزان ده بامی درجه اصلا همین آبها امک دو خیل میشن آبهای زنده و مرده اکثریت همین آبهایی که ما می‌نوشیم آبهای مرده هستند لیکن آبهای زنده کمی اندر کم که مثلا آب زمزم آب زنده یا که مثلا در بعضی نقطه‌های جهان دیگر لیکن اگر تو با تازگیش نگاه کنیم نسبتاً این چشمه ها باز آبهایی که در مثلا کانال ها جاریان اونها 100% آب توزان طول قدر سالی که مردم در همین جا زندگی میکنن عمر بسر بودن و نه از ادا بودن تا حال یگان خیلی شکایت نیست حتی در حالت جوشانیدن در درون که همون چونه که استفاده چونه که جوشوندن تگ همون چونه کم هم خیلی چیز میگیره بعضی وقتا چیز میگن هم تکشین کم میشه بسیده این یک چشمه تاریخی همیشه مثلا که از سالهای 57 یا 56 مردم این مقیمی دیهای قزاقستان آمدگن این چشمه ها بودن این چشمه ها هستن بعد همه استفاده میدیم انا که حاضر میگذاریم بولون میریم مرحمت کنید گونشون رو هم شبینیم دو مقصد فکر دیگه میشه جهانگوشا رستمشو و نیت شفاعت دست رویش رو میشوید و مینوشد مزهش چه رده؟ واقعا آبی سبک است مثلا در ناحیه مومن‌آباد چشمه جوشان است چشمه جوشان اگر همین یک لیتر زیاد خوردی همشه باز برعکس میگردونی لیکن مثلا این آب بسیار آبی سبک خوبه خونکیش هم خونکی خوبه بعد یک خاصیت همین چشمه های همینجا در همه که در تابستان خنک هم در زمستان گرم میشن حتی حالت میشه هوا میگیره میشم هست
در کجا بگرم یا چشم است قریب 90 چند درجه گرم است و همه فقط او بگرم میگوید همون نخود و دیگر مصرفه در همونجا میپزند میشونن. در اول اینجا خیلی آباد نبود. شکل‌های فیزی دولت این جوانمردی که داره زندگی میکنن و دستگیری و احترام تصور اینجا آباد شده شکل نو داشتن. یک شکلی که مثلا در حقیقت تماشاگر دیدنی مثلا وقتی ایشون میبینن راحت میکنید. فهمت کنید. از با کجا میریم امک؟ از میریم جایی اساسا میبینن. اینا مقصود کردن جایی استراحتگاه جایی برای مستفیده و برای مثلا مهمونی که از دور نزدیک میاد تماشا میکنن. اینجا رایگان است؟ بله بله 100% از اون طرف هم مثلا اون جای بعض تست تیار هست که کمیسیون را برای اون یخموس دیگر میشود. آن اینجا جای استراحتی سکنان همین جماعت مهمانان سکنان. پوزیشن کوهستانی ما را در بس کرده. مثلا اولی در مورد اولی کجا که همین رامی همین آده داریم سفر همین رامی پوزیشن همون دیگه داخل اوهوش سو اوهوش مشکلی دیگه همین همین سوخت کنه همین دیگه که همون یاد چیه بگیم رامی چی میشه رامی تیمسور میشه رمز میشه رمز خیلی سوختن همه جمعه موندن دهه نهایت کهنه است. مردمی ترجیح اینجا اصلا مردمی سر خسرو مردم خوالین سر خسرو خوالین مثلا همون شاید اول اومدن دهه کدوچی بعد از کدوشی مردم که مردم بالا همه در پیش خونه‌شون چشم‌ها اونجا که کم کم جایی که آبش کم است فقط پیدا نمی‌کنه. بعد اومدن همینجا اولی با مسئله اومدن اینجا رو باید روایت هست می‌بینتون با همچون مهاجر اومدن یا که مثلا از جبری همون بعضی نه اینجا که همون دوره شوروی ده مردم از بلوها مجبور می آوردن برای اینکه ترجمه ها رو آباد کردن میگن در اصل توغالدار بودن خمیشدار بودن حتی میگن حتی پلنگ هم دیده بودن میگه در همینجا. بله حوض اونجا میره تماشا میکنن حتی پلنگ هم دیده بودن میگه در همینجا. بله بعد وقتی که انسان ها اومدن اینجا رو آباد کردن مقصد زمین های پخته شده دیگر خونه و بعد سکونت کردن دیگه حیوانات بعد کوچ بستن بعد آباد شده بین سالهای پیش داره حوض آبادی میکردیم برای کودکی ما داریم لوای حوض دوسته جمهوری اینجا الان طرف آبادی میکردم تو اون طرف میرسیم دم آبش مثلا آبش وزمینه است بعضی میگن مثلا آب‌هایی که انسان‌ها بسیار در آب‌ها غرق میشوند. این مسئله در چی این مسئله یک چیز دیگه که همین دهه خجالت از اول شخصیت بسیار بزرگ داشتن شخصیت بسیار معرفتی داشتن شخصیتی که بسیار اسلامی خوب بودن اما سلام علیکم بداتون مبارک باشه. از همین حساب از اولی که مردم در همینجا آمدگی زندگی میکنن از او استفاده میبرن تو یکم کس حق شدگی نیست یکم کس ضرر دادگی نیست بجز فایده و چند قشلاقی در پایین در پایین حضور دوران مقصد که مردم زندگی میکنن آبچکاریشون و آب دادن و استفاده بریشون خاطرکاری و همشون حسابی آیا نخواهد. این از همون داخل زمین برآمده مثلا در مسئله آب همین نورسکول خوجا خیمر چند روایت ها هست از جمله همون خلا رنج اسب است. یک وقتا در فیسبوک هم استاد دونیدک اسوریان یک حوزه که دیگر میشه یک کولی دیگر مونده بود که کولی حوزه دیلارام اون طرف سینی انگولباغ سوخوز اونم جماعت روزافی در جلگیرن همه او مزه او رنگ او شکل او وزنی او بعدی از سخت شبه ها دارن یک چیزم لیکن جایگیر شده وقتی که میبینی اون در برگه کوه جایگیر شده که این در پستی و بعدا همین نمود او همین رنگ یک تا در نومینات حوزه نمیدونم گوزه جاغ میدونم کمش که در نام دوره اون شما میدونم انمو حوزم او باش تماش به همین ماننده یک روایت هست که گویا که در همونجا یک خداوند اسو داشته اسوشا
و سری همین چیوش هم میپرتوکتای همون مولاش دوستانش هم میپرتوکتای درمو دریا میزنه درمو حوض میزنه انا درمو حوض میزنه چند قفس میگه اساس گم میشه یعنی اون دست یک کس میگه میگه که این حوض تا این اصول تا کجا گفت میگه اصول میگه من از حوض من هنر میگه میگه یای نه میگه چیکاری که من فلان جو تو در کجا پس اساسش میگه در فلان جو بعد میگه باور نمیکنی میگه بیار میگه اصول من میگه بخش یک سیر داره میگه چی سیر داره همین بالا اصول جو که دسته است کو میخوردن همون هم که درش کوفتگی در درش تنگه موندگی دست همین جایی بگیم که مو مافیکوی چیوش تنگوشا کپیلکش است میگه اینا میگه هم چیزی ما بعد حیران میشه خب میگم میره در منو پرسو آیا در اینجا اومد اگه نو روایت هم تو چقدر اساس دارن دقیق بدن شما تکون بله انا دوستان عزیز موضوع تاریخی حوض قینر با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 4 اکتبر سال 2021 افتتاح گردیده است و دوستان عزیز اومدیم با ساغونا با اثرهای یکی تو ملت تعلق دارد. موافق نشانه‌های تاریخی مرکز حکیمان ختلان در دوره توی اسلامی حدود امروزه قینر بود. توجه کنید. آن را سردیج شکل امروزش سرتز عنوان داده بودند. آثار گورستان و گسترش آیین زردشتی در منطقه دلالت می‌کنند. ساغونا اصلا همون جایی که وقتی که مثلا مرده هاشون حتی همون چیو هستن همون این اصل است نه؟ اصل 100% اینجا یگان فعل ساختکاری نیست اینجا وقتی گفتم خود همین ساغونه که ها هست چون ساغونه اصل است میشه حتی اون کوزه که هست همین درون یافتن و موافق همون نوشته‌های تاریخی در کدام دوره وقتی همین مرده ها وقتی که در قبر میموندن یا در ساغونه میموندن در نزدیکشون همون حتی همون ظرفای خوراکیشون حتی در نزدیکشون همون ظرف هم دلالت همون چیز میکنه که در تاریخ است و همین از رفتی از چخیلی که در اینجا همون تاریخ نگارا و پژوهشگرا اومده اینجا را دیدن همین گفتگوها دلالت به همون میکند که در همین منطقه قینر مردم زندگی میکردن و یک منطقه بود که بسیار آباد بود و پیشرفته بود و فرهنگی بود و از جمله مردم گذشته همینجا نیابان پیشینه‌مون همینجا در آیین زردشتی بودن همینجا دلالت به همین چیز میکنند و اینجا گفتیم که یک کلمه سردیج یکی سرتز خوردیم خوجا سرتز هم بالاتر همینجا خوجا سرتز وجود دارد اینجا قشلاق از به نام سرتز وجود دارد و گویا که موافق تاریخ همین خوجا قینر یعنی سردیج یا سرتز مکانی همین اینجا گفتم مکانی بوده است همون حاکمانی که حاکمان ختلانی در دوره توی اسلامی در همینجا قرار داشته باشد گویا ده هم سرتز داریم که موافق بله 100% من نبرد به هم میکنم و من این طرفی حاضر این تماشا میکنم بسیار عجیب کردگی هست اینجا را اینجا نشترو برکتش میکنم وقتشون سخت این طرف بودیم بسیار مهنت کردن اینجا آدم به حد زیاده مردم همین جماعت دهه گویم اینجا نه؟ دهه قینر اینجا دهه قینر بله و از جماعت میرزاعلی ویس و جماعت روزافی هم مردم از دیگر جاها میان شاه عروسا اینجا میان تماشا میکنن رسم میگیرن رسمای خاطره‌ای میگیرن از همون واقعا یک کمی ندارد که جانگش از همون جای زکس میریم که دوشنبه بله از باغ‌های دوشنبه یگان کمی ندارد دیم اگر شما واقعا در اینجا باشید یک بوی را حس میکنید که به ما شما میرسد که بوی گلها واقعا بسیار زیبا باید از شهر برون رفت بله لبی دریای دریازه ماهیان را به نظر گفت سلام بعد این گلهای صدبرگ گلهای مخصوص هستند که از دیگر گلهای صدبرگ فرق میکنند
اینها تماما دیگر نموده هستند یا که از شویتساریا با فکرم همین خیلی اینا بله مخصوص آوردگیان. بعد همین درخت‌ها که در همین جا وجود دارن درخت‌های عادی نیستند. چه درخت‌های قیمتن، درخت‌های از دیگر جا آوردگی روسیگر اینجا بسیار مهنت صرف میکنن، بسیار سر اینا مقصد چیز میکنن، نگاه میکنن که از حوض علاقه استراحتی مردم جهت شروع شد در دکتر حوض رو قایق انا در زورقو در قایقو علاقه مردم استراحت میکنن. چهار تا با کدوم خاطر ما گفتیم که در شهر کلوب در باغ خوتالان همین گونه گلها است که اینها هم مثلا پژمرده شویشون دیر است و هم فرق کننده هستند. او بله این با گلهای صدبرگ عادی که ما محلی مثلا پرورش میکنیم از اینها فرق میکنند. اینجا یک روی کوری هست که دایم همین چیز همه که بچه که در درون همه او هست کو و همه قایق از اول خرامبه سکو این وظیفه داره هر کس خود برای به خطر بودن همه کس خود خودش رو بالادی میکنه باید او بودی میکنه این طرف میپرده این موضوع اگر گوش ما باور میکنیم این بچه ما در همین قشلاق بچه هستن که و همه تگ او قدر او غاستن با تگ همه او پارا میگذاشتن از این طرف با اون طرف میگذرن تگ او قدیم میگذاشتن این قدر بچه شینوارم این بچه قشلاق سو شینوار بودن اگه بعد اگه روز دیگه روز ماهی شروع داره ماهی ماهی چند نمود ماهی داره ماهی زر ماهی داره یک نمود ماهی دیگه ما شیر ماهی میگفتیم او خیلی داره و بعدن سالهای شاید 90 بود یک اما که ما بسیار ماهیگیری خوبه از همینجا یک نمود ماهیگیری رنگ مور ماهی بله وقتی که بردنش همینجا در قشلاق یک جا معرکه میکنیم توی خسندی بود رحمتی معلم عبدالسلام میگن میرالی او معلمی دیالوگ است زولوگ ما درس بسیار معلمی با فرهنگ بود آدم دانشمند بود بعد همون وقت همون را دیده که گوکی اینا گفت همون مویی که زمیاگالو اکو مور سر مویی همین خیلی بود است دندان داشت کاموک داشت بله یک بله در همین جا همون چیز بود بعد او دیگه مویی را میخورده بود است ولی در رنگ مویی عموما سوق نداره مویی با مزه خورداش عجیبه یکم در همین جا دیدیم در همین هاوس هست همین خیلی مویی هر خیمه قبوری که هست او میگذارد این طرف همین مردم پایان انا بگیم که استفاده میبرن برای آبشکاری برای زراعت کارش همینجا استفاده میبرن حتی زمینه کلخوزی هم همینجا آب میخورن. ببینید که دوستان عزیز یک چیز باید قید کنیم وقتی سیری ما در اطراف همین هاوس یگان خیلی وای نیست جزیر با قوله یگان خیلی گل توف نوس سیگارت پرتوشتگی نیست مقصد از اون شاگرد میدهد که اینجا پورا نظارت کرده بشود هم نظارت هم و فرهنگ بلند مردم نشون میده مردم همینجا بسیار مردم با فرهنگ مردم توزه حقیقت چون هاوس توزه یعنی یگان جای نسبت همون نعمتی که امروز این مردم مقصد که دارن صاحب نعمتی که بهترین آب است همین آب چقدر خوب نگاه میکنن مردم درست بسیار یک منظره زیبا دیدنی انا نگاه کنید دوستان عزیز حوض قینر در ناحیه وسه جماعت دهاتی
Mirzali Vaysov, Cemaati Dehoti Mirzali Vaysov برادران. حتما از اینجا دیدن کنید، تماشا کنید. واقعا جای زیبا است. بود هوای خوب داره. درود با شما دوستان عزیز. این حال ما در ناحیه وسه در دهه قینر قرار داریم و بالخصوص در موضع تاریخی. و می‌دانید که هر موضعی که تاریخی است باید اونجا رفت، تماشا کرد، آموخت، دانست. از تاریخش آگاه شد. البته همچون ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آبی دریاست و را آینه داری سخنش قند شود در دهانش. باید از شهر برون رفت. سلامت باشین. انا برادران کوههای سفید. بسیار یک منظره زیبا دیدنی. انا نگاه کنید دوستان عزیز، حوض قینر در ناحیه وسه. گفتی ساکنان دهه همه موضع حوض قرار داره، همه سرچشمه، همه کول، همه جا همه موضع همه سرچشمه میگن. گویا که آب از همین جا باید میبرد، جوش میزند و همین جا میبرد. الکه در اونجا معلوم است مثلا از روی 100% معلوم است. و بعد با یک روایت هست که گویا که در همین جا یک دروازه باشد، یک دروازه که گویا که طلایی باشد، همون دروازه محکم کردگی همین آبی که میبرد همین جا از همون جایی که سوراخی های همون دروازه میبره. اگر همون دروازه را بکشن شاید که او میگه چقدر سیل باشه. این طبق روایت است. این که روایت است. سلامت باشه. لیکن معلوم است که او همینجا نسبت به آب پایان تیره تر کمتر. شاید که میگوی لوی که روانی ای همینجا میبره. سرچشمه همین کل از همینجا شروع میشه. و دوره بچگی بودن ده، بچه بودن اونجا آبازی میکردیم. چور چقدر تگ نداره، لیکن ما آبازی کرده تگ همین لوی چندی دفعه گرفتگیم. از این خود من گرفتگیم، دیگه بچه‌ها هم گرفتگیم. بچه‌ها هست که بسیار شناور خوب بودن، همین تگ همین لوی میگرفتن. خدا خیلی چقریش هم با درجه چقر نبود. او قدر چقری بادم نیست. بعضی جاش ما یاد دارم که تا 7 متر چقری، 4 متر، 3 متر چقریش هم دیدم. همون روسا اومد بودن در سر یک تمام همین تیشه که همون جای تاریخی را میگفتن، همون را بس در آب سر دادن تا 14 متر رفت. بعضی جا همین چشمه همون چشمه که منبر کردیم، یکی از چشمه تاریخی همین دهه خوجا قینر است و آبی چشمه تمام ازش. سلام علیکم. تشکر شما خوبه. مبارک شوید. تشکر. او مزه تامی حوض داره. رنگ او که از تگ همون حوض خوردیم کو مزه را نداره. کمتر وزنی‌تره که اینا برای مثال یک کمتر یکم جوش میزند میبره. بعد با کجا میرود اینو؟ او چشمش اینا پیش موندگی خیلی میاد. از همین طریق کمی هم او میتونم اون پاتوشون هم اون اینا یک گرم او شب روی اندور هست اکو موشور مایده گرم خوب. بله این نسبتاً با او وزن‌تر است. لیکن خونکیش همون خونه داره. اینا میاد که همون چشمه تاریخی است. با مزه. این رنگ آب حوضه. اینا که همین همون چشمه خود جمع شد. او طرف رفتن به همین تا چشمه هستن که رفتگی چند تا هست. ببین یک کلمه کجا نداره. یک کلمه میزنن. جوش‌زنی همین رنگ جوش‌زنی آب حوض کلامه. انا که چشمه که من نشون میدم جوشیدنش دیگه خیلی جوشان چشمه بود. ببین یک میبونه. این چشمه میزنه چشمی زنانه داره. این چشمه رو نگاه کن، یک لحظه ترکی راه کن. این چشمه میزنه چشمی زنانه داره. بازار صبی انا من تپه که اینجا میبینیم جره قلعه میگن. انا موضعی که در اینجا جایگیر است نامش هم موضع تگ قلعه. قشلاق قینر است که موضع تگ قلعه.
ایجا برای چی قلعه میگن همین تپه؟ موافق روایت ها همین تپه گویا که قبل همین قلعه جایگیر است. تا حال کشف شدگی نیست. یعنی بار ندیدن که مثلا چی باشه، لیکن در نوبت حسابی شد که یک وقتی که اینجا با آموزان کشف تاریخ میبره اومده، مثلا که در برای یک چیز که حتما چیکار کنن با آموزان برای مردم هیچ کس کردن مثلا که بله. و ببینید که همین قلعه وقتی که در همینجا جایگیر است، در تگ همین بود چشمه های. شاید که همین هم چشمه که حالا دیدیم بله. شاید که همین آدمی که همون وزیر و کبیر و کسی بود نبود، همون پوچه‌ای که مثل حاکم بودن، شاید که برای خودشان شرایط مهیا کردن نه می‌خیرده. از اگر در طورش خانه ها و جایگیر هم زندگی میکنن، همین موضوعشان موضوع عجیبی داره. عجیب. از این طرف هم یک چشمه دیگه است. ببینید چشمه رو می‌بینید. یکی راهشان. این چهارم چشمه دیدیم یا که سیوم؟ البته این سیوم چشمه. سیوم چشمه که کلانترینه. بله. اما آب اینم آب حوضه، همون حوضی که هست، همون حوض داریم، ممکنه نظر کم داره. او که از اون طرف قلعه دیم داره. اما کن میره. اینجا آبکش ها موندگی است. با فکر مردم برای خوردن آب برای استفاده برای خونه‌شون نیاورن. آب تازه نوشوکی. 100% آب تازه نوشوکی. این طوری سال‌هاست که مردم از این استفاده می‌برن. در ناحیه وسط در دهه قینر قرار داریم. الکی چهارم چشمه میشود که ما از چشمه ها دیدن میکنیم. گزارش ما رو از صفحه یکی جهانگیر شو انتظار باشید، هم از یوتیوب کانالشون هم از فیسبوک. واقعا جای دیدنی، جای تماشا، جای زیبا، خیلی طبیعتی خوب. بله شما اول یه بار همه او بنوشین، اول بنوشین بعد گپ سر میکنید. بس راوید میکنید. بعد گپ میزنین. نه چطور نکنید که کم خب اول جمعه شما مرحمت زنان شما بنوشید. با اول مهمانا با او خاطر چیز میکنید. با او سر میکنیم. از این طرف ها؟ این مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجا گپ زدیم جون. چله مزه. چشمه یکم. بهای 5 این بهای 4 این اول دیگریش به مزه. سلام علیکم. این دیم جو. او خاطر او یکم هر شیا گای او 4 تکون بر دیگر خاطره. به خاطر که از بالا کنم تا چیزا هستن اما چمای تاریخی که جو میشه، همون چمای تاریخی که قلعه هولبوگ او میرود از همه قبرو از همه جباد. دوره منبع انا وقتی که دوستان عزیز هم موافق روایت ها حاضر جان موافق روایت ها همین آب راست با قلعه هولبوگ هم رفته است. با طریق قبرها حتی قبرهاش دیده بودم. پدر من بابامون فکر کنم قبرها بود سفالی همین قدر ده خیلی میرفته بود است. گردشان با سفاله ها چیندگی. بعد دیدم این افهمشون برگشتن خیلی کردن بازسازی کردن. برای طول چندین سال قریب در این سال 57 چند سال میشه که این مردم استفاده باز زندگی میکنن همه اون میخورن. دوستان عزیز ما امروز در ناحیه وسط قرار داشتیم. از قسمت عبید اسفیروزی این جانب یک سیر تاریخی نمودیم و برادر بسیار عزیز ما اکای عزیز که از عزیزان ما هستند، از فرهیختگان ما هستند، بسیار سپاس که ما رو همراهی کردن و یک سلامت باشید. درباره هر یک چشمه اون هر باغی که رفتیم دیدیم قینر رای کردن، معلومات های مفید دادن. بله. تشکر. در همین جا سیاحت ما آگمانان جنبست می‌یابد. بله این چهارمین چشمه است که در همین دهه قینر ما دیدیم، از آبش چشیدیم. واقعا هم بسیار جایی برای زندگی اینجا مساعد است، جای خوب است. آب فراوان، هر کجا کمی آبی فراوان باشد فکر میکنم. جان دکتر عزیز یک چیز گفتنی بودم که اولا خدمات نوری دیده خوش آمدیم، بسیار پسند کردیم و بگیم که خرسندی در کوادرات چی درستی کردیم. سلامت باشید. امروز هم یک روز خاطرمان بود برای من از جهتی که عید سعید فطر بود، دیدار دوستان بهترین بودن و یک
بگم یک نوار یک بعض صحبت‌های در اینجا مثلا که ما امروز ثبت کردیم برای بیننده‌ها پیشکشی میکنیم فکر میکنم که از ثواب و از بگیم که فایده خالی نیست. بله بله بله. شاید که ما کم گفته باشیم حالا کم گفته باشیم لیکن بخیر گفتیم. بله هدف همین است که همین مردم شریف تاجیکستان بیاند همین جایهای زیبای تاجیکستان رو ببینند دیدن کنند تماشا کنند و اگر امکانشون باشد همینجا مکان زیست انتخاب کنند یگان مشکلی هم ندارد و کدام خاطر به خاطر که هر کجا که آب تازه است آب نوشیدنی هست آبادی است یکم بعد زندگی رنگ نمودی تازه میگیرد. سلامت باشه. شما مثلا که ما انتظار کسی من نوری دیده پلیسار از دست خدمت داریم. سلامت باشه.